آقای انصاری ببخشید، من این صحبت‌های مفصلی که شما فرمودید در رابطه با امام زمان که کشت و کشتارها و از این صحبت‌ها، البته من میخواستم بگم که این شبکه ولایت آقای طبسی کارشناس امور مهدویت، بله، یه دفعه من خودم شنیدم که ایشون تکذیب کردن و فرمودن که همه اینا چیزای که سند نداره، هیچ کدوم درست نیست. بله. اینکه مثلا انتقام میگیره و از قبر بیرون میاره و زنای حضرت رسول الله رو میاره بیرون و اینا همش دروغه. بله. اینا من از قول آقای طبسی میگم. بله. من آقا محمد عزیز قبول ندارم که آقا محمد عزیز بله. همین کلیپ آقای طبسی رو بیننده تماس گرفت و ایشون همین پاسخ رو بهش داد، اشاره کرد بیننده به همین روایت اخراج ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما از قبر و آتش زدن ایشون گفت که این روایت دروغه. خب برادر عزیز، وقتی یکی میاد بلند میشه میگه این روایت دروغه، تو به چه دلیل میگی دروغه؟ آیا بررسی سندی کردی؟ آیا کتابی در رد این روایات نوشتی؟ تو همین شبکه‌ای که ایشون اومدن این مطلب رو مطرح کردن، همین شبکه ولایت، اگر یادتون باشه من نرم افزار شمیم گل نرگس، همین روایت زنده کردن عایشه و شلاق زدن ایشون رو نشون دادم و بنابر اعتراف آقای قزوینی، آیت الله طبسی رئیس گروه مهدویت هست در این شبکه و هر مسئله‌ای که در مورد مهدویت مطرح میشه با تایید ایشون است. اگر که ایشون دروغ میپندارن این روایت ها رو، چرا در نرم افزار شمیم گل نرگس که توسط جمهوری اسلامی بهترین نرم افزار سال بهش جایزه تعلق گرفت، چرا در این نرم افزار آوردن این روایت رو؟ بفرمایید محمد آقا. خب حالا وقتی که ایشون رد میکنن، به قاطعیت میگن که اینا دروغه، سندهای ضعیفیه، شما دیگه اینا دیگه اعتباری نداره، کسی هم اینا رو قبول نداره اصلا. یه چیزای خلاف عقله اصلا. این که مثلا این کارا انجام میشه، مثلا صحابه رو بیرون بیارن دوباره بمیرن دوباره، این کارا این اصلا حرفای افسانه‌ایه، اینا چیزی نیستش که بشه روش تکیه کنی. اینا مشخصه که اینا چیزای باطلیه. حالا وقتی هم که میگن باطله، شما ببینید زیاد به قول معروف به هر حال وازنی میکنید این مسئله رو، درسته که اینا همه میدونن، کسی هم باورش نمیشه. ولی یک مسئله هستش، اون مسئله کشتار، شما که قبول دارید بعد ما ملئت ظلمن و جورا، وقتی که ظلم و جور زیاد میشه، وقتی یکی خواسته باشه عدل رو برقرار کنه در حالی که ظلم و جور زیاد شده، یعنی اینکه حکومت ها ظلم و جور میکنن، مردم که به هر حال آمادگی دارن که به هر حال از ظلم رهایی پیدا کنن، ولی حکومت ها راضی نیستن. به هر حال جنگ و جدال میشه، اینکه بحثی توش شما مثلا فرض کنید همین الان هم اگر آقا تشریف بیارن، بنا نیست که حکومت ها بگن آقا بفرمایید بیایید شما مثلا ما تسلیم. هیچ وقت اینجوری نیست. این یه چیز عقلانیه که به هر حال یه جنگ و جدالی میشه، کشته میشن، ولی اینکه مثلا آقا از این سنت مثلا آخوندها بزنن بکشن یا مثلا جماعت فلان بکشن، اینا چیزایی که درست کردن دیگه. آقا محمد عزیز، آقا محمد عزیز، آقا محمد برادر بزرگوار، من به شما احترام ویژه دارم و در برنامه گذشته فرمودید که دیگه به این مسائلی که اونا مطرح میکنن در برنامه نداشی پاسخ ندید. من خدا شاهد در همین لپتاپم همه برنامه‌ای که بعد از این قضیه اینا اجرا کردن جواب قاطع دارم، دروغ‌ها، تلبیس‌ها، خیانت‌هاشون دارم که افشا بکنم. منتها من به احترام شما، چون بی ادب و بی تربیه هستن در اون برنامه و مجبور میکنن ما رو طبق اخلاق اونا بهشون پاسخ بدیم، من متوقف کردم. منتها الان آقای طبسی میاد یک مسئله رو انکار میکنه، میگه دروغه. من سوالم از شما این است برادر منصف من، در این نرم افزار دوستان عزیزمون نشون بدن، این نرم افزار شمیم گل نرگس تهیه شده در شبکه ولایت است، مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر اینو تعیین. شلاق خوردن زنی که حضرت زهرا را اذیت میکرد. من روی این کلیک میکنم، شما نگاه کنید که چی در میاد.
شلاق خوردن زنی که حضرت زهرا را اذیت میکرد. در حدیث دیگری از نام زنی پرده برداشته شده که حضرت زهرا علیه السلام را خیلی رنج میداد. آن زن حمیرا در رجعت برگردانده می شود و به دست مبارک حضرت مهدی علیه السلام به مجازات می رسد. بهار الانوار جلد 52 صفحه 314 و جلد 53 صفحه 90. همون روایتی که من نشون دادم، دقیقاً همون صفحه شاید فرق بکنه، اما این روایت در نرم افزار اینا وجود داره. خب عزیز دل برادر، اگر که ایشون این روایت رو قبول نداره، چرا اجازه داده در این نرم افزار و در این شبکه پخش بشه؟ اینم دوستان عزیز اگر نشون بدن، صفحه اول این نرم افزار است، شمیم گل نرگس. اینم آرم مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر، رئیسش هم آیت الله قزوینی است. بله آقای انصاری، ببینید این شبکه مدیر خود حاج آقای قزوینی هستن. آقای طبسی یکی از کارشناساشونه. بله. آقای قزوینی بارها اینا فرمودن که اشتباه بشه ما به هر حال حاضر هستیم که عذرخواهی کنیم. بله. و مطمئناً آقای قزوینی و آقای طبسی حالا مثلا تو اشراف کامل من فکر میکنم که روی همه اینا نیست، یا یه سایت یه چیزی مینویسه، یه حرفی زده میشه، حالا شما مثلا میگه آقا این چه مدیریه که مثلا فلان نداره. خب این که تو همه شبکه‌های اتفاق میفته، به هر حال یه مسئله پیش میاد. ولی من مطمئن هستم آقای طبسی چندین بار من شنیدم مثلا اینایی که ضعیفه میگن اینجوری مثلا. بله. ولی به هر حال حالا شما اینا خیلی تاکید میکنید روش، اینا کسی قبول نمیکنه اینا رو، خودشون هم میدونن اینا یه چیزایی که در آوردن. من خدا میدونه یه حرفایی میزنن که الان دیگه گذشته، دورش مثلا گذشته. من پریروز یه چیزی دیدم توی یه شبکه‌ای، ببخشید اصلا واقعا خندم گرفت، یه حرفایی میزد که گفتم خوبه آقای انصاری اینا رو ببینه. چون میگفت که مثلا فرض کنید حضرت آدم که وقتی که این به هر حال ترک اولا کردن، این خلافا کردن، ایشون و روزه امام حسین برای خدا نخوندن توبهشون قبول نشد. ببینید این یه چیزاییه که از مثلا من شیعه‌ای که مثلا فرض کنید حالا یه سررشته‌ای ندارم زیاد تو حوزه علمیه و مثلا این برنامه، من یه محققی هم که اینجا کتابا رو خوندم، مثلا یه 2 سال بررسی میکنیم اینا رو. وقتی به هر حال اینا رو میبینید که قبول نمیکنیم، حالا که هر چی دلش میخواد بگه آزادن، میرن بالا منبر هر چی میخوان میگن. خب کسی هم که جلوگیری نیست، کسی هم که خط و نشونی نکشیده که آقا اینو میگید، حالا صحبتی میشه. ولی به هر صورت چیزی که هست اینه که این مسلمیاته، این چیزایی هستش که اصلا امکان نداره. بله. آقا محمد عزیز، تکیه میکنن میگن. من برادر گرامی حدود 1.5 ماه قبل، الان من کلیپ رو پیدا کردم، اتفاقا رو دسکتاپ من بوده اینجا. این کلیپی است که بیننده زنگ زد به شبکه ولایت و آقای طبسی تشریف داشتن، ایشون همین روایت رو، دوستان اگر صداشو بلند کنن. یه بحثی رو مطرح کرده بود که بعد از پیروزی حضرت مهدی عجل الله بود که حضرت یک درختی رو به اصطلاح، یه درختی هستش، آقا اینو 3 نفر رو که من حالا اسمشون هم درست نیست ببرم، آقا دستور میده که این 3 نفر زنده بشن و اینها میرن دست میزنن به اون درخته و این درخته سبز میشه و همه میرن طرف اون 3 نفر شده هستن. بله. مخصوصا اون کادر یاران حضرت، مخصوصا اون کادر اولیه شناخته شده هستن. ممکنه ما نشناسیم ولی در آسمان ها شناخته شدن، مثل یاران امام حسین علیه السلام، مجهولون فی الارض معلومون فی السما. در روایات هم اسمهای اینها هم آمده شد، اسمهای رمزیشون باشد نه اسمهای واقعی. یاران حضرت مشخص هستند و خود حضرت هم قبل از ظهور، یعنی هنگام خروج، با تردد بین مکه و مدینه طی 3 روز اینها را آزمایش و امتحان می‌فرماید. خب بعد یاران دیگه هم هستن و از مکه هم حضرت خارج نمیشوند مگر اینکه به فرمایش حر عاملی 100,000 یار داشته باشند. خلاصه یاران حضرت شناخته شده هستند و ابزار و وسایل آزمایش و شناخت مردم را خداوند عزوجل به حضرت مهدی داده که از خود چهره میشناسند و نیاز به بعضی چیزایی که نقل میکنن گمان نمیکنم نیاز. خیلی ممنونم.
متوجه شدید محمد آقا؟ ایشون انکار نکرد این روایت رو. بیننده روایت رو خوند، گفت که 3 نفر رو زنده میکنه، به درخت دست میزنن، همون روایتی که من نشون دادم. ایشون انکار نکرد، اومد قضیه رو یک نوع ماسمالی کرد، گفت که والا نیاز نیست که امام زمان معجزاتی نشون بده تا یارانش رو مثلا امتحان بکنه، فلان بکنه اینا. اگر آقای طبسی و آقای قزوینی بیاد همین روایت ها رو انکار بکنه در شبکه، من به شما محمد آقا قول میدم که از این به بعد دیگه یکی از کلیپ هایی که در این مورد داریم ما پخش نکنیم. اما نه اینکه تقیه بکنن، بیاد به دلیل انکار بکنه، به این دلیل آقای مجلسی دروغ گفته، این روایت ها صحیح نیست. حرف دیگری دارید محمد آقا؟ ببینید آقای مجلسی که دروغ میگه، آقای مجلسی که اصلا خودش مدعیه، تو مقدمه کتابش نوشته من برای اینکه حدیثا رو حفظ کنم همه رو برداشتم از دم نوشتم، خوب و بد و دروغ و باطل و راست و درست و صحیح و غیر صحیح و ضعیف، همه روایت‌ها رو برای اینکه جلوگیری بکنم از اینکه مثلا روایت‌ها خراب بشه اینا نوشتم. حالا در صورت شما هم دارید تو کتاب‌هایی که مثلا همه احادیث هستش، ایشون به مقصر حالا بر اساس اونها که روایت کردن، حالا اینا چیز عقلانیه، نباید زیاد. حالا شما که ماشاءالله همه چی رو به هم میبافید و خلاصه اینا رو آقا محمد ببینید برنامه اینه که خب کسی آقا محمد عزیز برادر گرامی، شما کمی منصف باشید، کمی، زیاد نه. ببینید من قبول میکنم بله، همین آقای کلینی در کتاب فضائل قرآنش آخرین حدیث من بارها نشون دادم، روایت آورده که قرآنی که اصل هست و جبرئیل نازل کرده 17000 آیت است. آقای مجلسی اومده در کتاب مرآت العقول خودش که در این کتاب اومده احادیث کافی رو صحیح و تصحیح و تضعیف کرده، در این کتاب اومده این حدیث رو تصحیح کرده. پس این اعتقاد کلینی هست، اعتقاد کلینی هست و اعتقاد مجلسی هست. شما اگر مجلسی و کلینی این دوتا رو از دین شیعه بردارید، شما رو به خدا محمد آقا چیز دیگری میمونه برای شما؟ خب به هر حال کتاب زیاده، فقط این 4 تا کتاب ما زیاد داریم، احادیث زیاد داریم، ما کتاب‌های مختلف هستش. احتیاج خود آقای مجلسی گفته 60% از این حدیث‌های کافی ضعیفه، اینکه بعضی توش نیست. حالا همین حدیث، آخرین حدیثی که شما فرمودید آقای کلینی فرمودن، یکی دیگه کتاب من شنیدم که خود شما ظاهرا بیان کرد که دوره تصحیح کرده، از 17000 تا گفته 11000 تا، درسته؟ 2-3 تا قول هستش. بله درست هستش این؟ بله، این اقوال مختلف هست، اما هیچ عالم شیعه جرأت نکرده. پس میشه اساسش که خب آقای انصاری، پس به همین منظور، به همین علت نگاه کنید، من نتیجه میگیرم چون چند تا قول هستش اصلا کلش باطله. حالا چی میگید؟ من با این استدلال من اینه، ببینید چند قول بوده، یه قول 17000 تا، یه قول 10 تا، یه قول 6 تا، خب بالاخره پس همش باطله، اصلا نمیشه روش تکیه کنی این حدیث. چطوری تصدیق کرده اینو؟ من اینو از شما میپرسم آقا محمد، من این سوالو بعد از شما بپرسم که مجلسی چرا تصحیح کرده قول 17000 آیت رو. ببینید اگر ما بارها اینو مفصل در برنامه بله در برنامه حجت بی حجت اینو مفصل صحبت کردیم که اگر شیعیان بیان بر اساس اصول حدیثی که خودشون وضع کردن احادیثشون رو بررسی بکنن، نه امامت رو میتونن ثابت بکنن، نه عصمت رو میتونن ثابت بکنن، نه خمس رو میتونن ثابت بکنن، نه امام زمان رو میتونن ثابت بکنن، هیچ از ارکان مذهبشون هیچ رو نمیتونن ثابت بکنن، چون بر اساس اون قواعد حدیثی که خودشون بنا کردن. آقای انصاری، ما تقریبا 15 دقیقه داریم صحبت کلیپ میکنیم، یه بحث علمی چند دقیقه‌ای هم بکنیم. به اجازه شما این حدیثی که خوندید در حدیث منزلت آقا قزوینی هم فرمودید که من که نمیدونم، حالا متوجه نشدم، ولی این حدیث ما چند تا نکته تو این حدیث هست. من 2-3 دقیقه توضیح بدم، شما بعد جواب بدید ببینیم چیکار میشه، چجوریه این. بفرمایید. ببینید حضرت رسول الله در زمان حیاتشون، خب در زمان حیاتشون که به اصطلاح غزوه تبوک بود، به قول حدیث صحیح شما که آخر کار خوندید، ایشون مولا امیرالمومنین جانشین خودشون تعیین کردن. بله. و فرمودن که به حال تو مثل هارون هستی نسبت به موسی. بله. بعدم فرمودن که مگر اینکه بعد از من پیامبری نمیاد.
بله. اینجا چند تا نکته هستش. شما الان ما انتخاب، چون مسئله انتخاب جانشین هم بود، بله. این انتخاب جانشینی که شما مشخص کردید این بر اساس سنت بوده بعد از حضرت رسول الله مثلا خلیفه اول و دوم و سوم مشخص شده، یا بر اساس قرآن بوده؟ اگر بر اساس سنت بوده شما همینجا دارید اقرار میکنید که خود حضرت رسول الله علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین انتخاب کردن در غزوه‌های مختلف. مثلا ببینید در غزوه احد عبدالله ابن مکتوم انتخاب کردن، در جنگ خیبر غیله لیثی بوده ظاهرا، فتح مکه ابو رحم غفاری بوده. اینا همه خود پیغمبر اینا رو خودشون به جانشین خودشون انتخاب میکردن. خب حالا چطور شد در زمان حیاتشون اینا خودشون انتخاب میکردن؟ این میشه سنت دیگه. چطور بعد از مرگ فوتشون ایشون شما شورایی شد؟ خب به هر حال شورای انتخاب نشد، خودشون شورا نکردن مثلا جانشین انتخاب کردن، همیشه خودشون مستقیم انتخاب میکردن. این میشه سنت. بله. بعد از فوتشون هم باید همین روش خودشون انتخاب کنن، چون اگر بنابراین به شورا باشه باید خودشون در زمان حیاتشون هم به شورا عمل میکردن. این یک نکته. نکته دوم، تو این حدیث یک نکته خیلی دقیق داره، الا لیس نبی بعدی الا انه لیس نبی بعدی. این جمله چه معنی داره؟ تو این جمله وقتی که میگه شما به منزلت هارون هستید نسبت به موسی، فقط شما بعد از من دیگه نبی نیست، این جمله خیلی مسئله داره. یعنی اگر نبی بود 100% شما نبی بودی. اینجوری برداشته میشه. برداشت این حدیث اینه که اگر شما بعد از من نبی بود مطمئنا شما نبی بودی، حالا که نبی نیستی شما جانشین من هستی در همه امور. و حال این چیزی که برداشت بشه. شما اگر که توضیح بفرمایید روی این مسئله باشه که منم خط باشم جوابتون بدم آقای انصاری. اگر که 3 دقیقه من صحبت کردم، حالا شما هر چی میخواید صحبت کنید. خواهش میکنم. ولی من خیلی مختصر جواب بدم اگر لازم. بله، من خیلی مختصر در قضیه اگر که صحابه شورا کردن، عمل کردن به آیه قرآن و امرهم شورا بینهم، اگر که صحابه بهترینشون رو انتخاب کردن بر اساس فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، به همون تعداد احادیثی که ما در فضیلت سیدنا و حبیبنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه داریم، به همون تعداد ما شاید بیشتر روایت هایی داریم در فضیلت خلیفت رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. اگر بخوایم به این روایتی که استدلال کرد آقای قزوینی، و هدف ما روایت نبود، هدف ما تلبیسی که ایشون کردن، اول روایت را قطع کردن و طوری روایت رو خوندن که به مردم اینطوری جلوه بدن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این روایت رو قبل از وفاتشون یا در زمان زندگیشون در مورد خلافت بعد از خودشون به امیرالمومنین علی رضی الله تعالی عنه فرموده باشن، در حالی که این یک نوع تلبیس و خیانتی بود که متاسفانه ایشون مرتکب شدن. در مورد فرمایشاتی که شما کردید و هارون و موسی علیه السلام و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و علی رضی الله تعالی عنه، ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میاد در اینجا میگه که انت منی به منزلت هارون من موسی. ببینید اولا که هارون در حیات حیات موسی علیه السلام چند روزی جانشین ایشون تعیین شد، وقتی که ایشون رفته بودن به کوه طور برای گرفتن تورات. علی علیه السلام یا رضی الله تعالی عنه هم مدتی جانشین پیامبر در مدینه تعیین شدن، موقعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به جنگ تبوک. هارون در زمان حیات موسی از دنیا رفت. پس وقتی گفتن انت منی به منزلت هارون من موسی، اشاره به جانشینی بعد از خودشون نیست، چون اگر اشاره به جانشینی خودشون می بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جوامع الکلام به ایشون داده شده بود و ایشون با فصیح و بلیغ صحبت می‌کردن. در اینجا ببینید که هارون بعد از موسی جانشین موسی نشد. اگر هارون بعد از موسی جانشین موسی میشد، شما این حدیث رو میگفتید یا نمیگفتید، من شیعه میشدم به وسیله همین حدیث. اما هارون علیه السلام در زمان حضرت موسی از دنیا رفت و
ایشون جانشین موسی نشد، پس این نمیشه به این استدلال کرد برای جانشینی بعد از ایشون. نکته خیلی مهم من بارها ذکر کردم، نامه 6 نهج البلاغه که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در نامه 6 نهج البلاغه میگه که انما الشورى للمهاجرین والانصار، شورا از آن مهاجرین و انصار است. فان اجتمعوا علی رجل وسموه اماما کان فی ذلک لله رضا، اگر مهاجرین و انصار جمع شدن و شخصی رو برای امامت خود تعیین کردن، در این کار رضایت الله سبحانه و تعالی است. قبل از این میگن که انما بایعنی قوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعهم، میگه ای معاویه همون کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با من بیعت کردن. و انما الشورى للمهاجرین والانصار، این قضیه اگر شورا بوده به حکم خدا بوده، در قرآن گفته انما و امرهم شورا بینهم، اگر در استدلال به سنت بوده، استدلال به احادیثی بوده که در فضیلت شیخین وجود داره، در فضیلت ابوبکر صدیق، این که پیامبر صلی الله علیه و آله با ایشون هجرت کرد، روایت به اصطلاح هجرتشون، آیاتی که در این زمینه نازل شده، امامت ابوبکر صدیق در هنگام وفات، مرض پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هنگام وفاتشون، همه اینا دلیلی است بر اینکه ایشون افضلیت دارن بر دیگران. بفرمایید. حالا من به حضور شما عرض کنم که این جواب منو ندادید که این عمل حضرت رسول الله چرا پس خلاف قرآنه؟ اگر مثلا جانشین باید انتخاب میکردن، شورا انتخاب میکردن، 4 ماه 3 ماه میرفتن، باید شورا انتخاب میکردن، با شورا بالاخره جانشین خودشون انتخاب میکردن. عزیزم پیامبر صلی الله علیه و آله زنده بودن. یکی پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی زنده هستن، یک حاکمی وقتی که زنده است حق داره که معاونش، جانشینش، نائبش، هر کی رو دوست داره انتخاب بکنه. و در اجماع فضیلت حضرت علی رضی الله تعالی عنه هیچ یک از صحابه اعتراض نکردن. اگر کسی رو اگر جای اعتراض می بود اعتراض میکردن، مثل این که در جنگ بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم رفتن جایی رو انتخاب کردن برای اردو زدن. صحابه اومدن گفتن یا رسول الله، اینجا که شما اردو زدید امر خداوند است یا که از نگاه ساقلجشی این کار انجام دادین؟ گفتن نه، امر خداوند نیست، من همینطوری اختیار کردم. گفتن پس بریم اونجا جلوتر، بریم اونجا بهتره. پیامبر صلی الله علیه و آله حرف صحابه رو قبول کردن. این به این معنی است که و امرهم شورا بینهم. آیا کسی از صحابه انکار فضیلت علی ابن ابی طالب رو کرده؟ حرف زده در این مورد؟ نه. بفرمایید. نه، من این که بحثی توش نیم. ببینید سنت حضرت رسول الله اینه که در زمان حیاتشون هر کاری انجام دادن بعد از فوتشون هم انجام بدن، این میشه سنت. این به قول شما مثلا وضو میگرفتن در زمان حیاتشون، بعد حیاتشون هم میگن آقا اینجوری بوده، ما سنت حضرت رسول الله. خب در زمان حیاتشون اینو بعد از خودشون جانشون انتخاب میکردن و به اعتقاد ما بعد از تو زمان حیاتشون جانشین خود انتخاب کردن. این مسئله این یکی. دوم ببینید جانشینی که فرمودید شما برای حضرت هارون، درست حضرت هارون مثلا خودش اصلا پیغمبر بود، احتیاجی به جانشین حضرت موسی نبود که مثلا ایشون بره بعد ایشون بشینه جانشینشون. ایشون به هر حال وزیر بود، مثلا تو یه جایی که به هر حال کار می‌کردن وزیر حضرت موسی بودن و خودشون هم پیغمبر بودن. و دلیل هم این نیست که مثلا حالا اگر یه ولیعهدی به مثلا وقت کنید که خلافت نرسید از ولایت عهدیش خل میشه، نه، ایشون ممکن داره برسه مرضی، مثلا خیلی ولیعهدها بر اثر مریضی های میمیرن، فوت میکنن، این دیگه ولیعهدیشون ناقص نمیشه، ولیعهدیشون نقص نمیشه، با همون ولیعهدی میمیرن. حالا حضرت هارون هم به هر حال زودتر وفات کردن، ولی این دلیل بر این نیست که مثلا چون ایشون زودتر فوت کردن جانشین حضرت موسی نبودن. بله. این تشکر. حالا بحث آقای انصاری من زیاد وقتتون نگیرم، بینندگان تشکر از شما دارم. هر حال تشکر از شما. خلاصه ما معذرت می‌خوایم از شما. خواهش می‌کنم. الله فقط مسئله امام زمانو به هر صورت حالا ان شاءالله یک زنگ بزنه اونجا از آقای طبسی با سوال بکنه، ایشون واضح‌تر من مطمئنم همین جواب خواهند داد. و اینا چیزاییه که به هر حال حالا شما یه خورده سخت نگیرید و اینا نیست. اینا خیلی حرفای دیگه هم میزنن که این چیزا باطله، واقعا چیزایی نیستش که به جلوش به هر حال مانور و یه چیزایی میگن که به هر حال گفته نشه، خیلی بهتره. دست شما در میکنم. زنده باشید. تشکر از شما. خیلی ممنون. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
من فقط یک نکته رو اضافه بکنم. اگر من گیج شدم، قضاوت با بینندگان عزیز است. اگر بر اساس این استدلال باشه، پس عبدالله ابن ام مکتوم و دیگرانی که پیامبر صلی الله علیه و آله اونا رو جانشین خودشون تعیین کرده بودن وقتی به غزوات رفتن، وقتی از مدینه خارج شدن، پس همه اونا بیان ادعای خلافت بکنن، بگن که پیامبر ما رو جانشین خودش تعیین کرده در مدینه. این باید یک کمی روش فکر کرد. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی راه حق رو به ما نشون بده. در مورد امام زمان ما نمیخواستیم، اصلا موضوع برنامه نبود که صحبت بکنیم. بیننده عزیزی زنگ زدن و این مطلب رو بیان کردن، سوال کردن. من در پاسخ ایشون این مطلب رو، آقا محمد عزیز، من اجازه بدید که باهاتون مخالفت بکنم که ما نباید پنهان بکنیم. بس ملت ایران خسته شدن، شیعیان خسته شدن. بیش از 500 600 سال بعد از نظام صفویت در ایران، ای پنهان کاری، چرا ترجمه نمی‌کنن این کتاباشونو؟ چرا این موارد رو نشون میدن؟ من چند روز قبل یک از علما اهل سنت و داستانشو میگفتن. این کتابی خواسته بود از بیت مقام معظم رهبری، کتاب شیعه رو خواسته بود. میگه همه کتابا رو فرستاده بودن جز 15 یا 30 بهارالانوار رو نفرستاده بودن. شما میدونید در این جز 15 بهارالانوار چیه؟ به خاطر همین نفرستاده بودن به یکی از علمای زاهدان، چون در این کتاب، در این جلد، من اینجا دارم این کتاب رو اتفاقا، چون مطلبی رو از این میخواستم نقل بکنم. این کتاب جلد 15 بهارالانوار هست. در این کتاب یک باب کاملی رو زده، در این کتاب به عنوان باب کفر ابوبکر و عمر و عثمان. باب کفر ابوبکر و عمر و عثمان رو در این جلد بهارالانوار داره. یعنی 10 روایت از، نمیگم 10 روایت، بلکه 100 روایت در این باب وجود داره که این ثابت میکنن بنابر اعتقاد خودشون و که ابوبکر و عمر و عثمان کافر بودن، مرتد بودن، بیدین بودن. این باید این چیزو مردم باید بدونن. تا که اهل سنت باید خواب باشن، تا که شیعیان باید خواب باشن. آقا بیان این باب رو، این کتاب رو یک کتابی در موردش بنویسن، بگن خب این آقای مجلسی که این حرفا رو زده دروغ گفته، خدا لعنتش بکنه، این یک دروغگوی پست فطرتی بوده که این تهمت‌ها رو به یاران و همسران پیامبر زده. مشکل ما اینه، ما تا کی پنهان بکنیم؟ اهل سنت چیزی پنهان ندارن. بخاری و مسلم و احادیث و کتب ما، اونایی که ترجمه شده، اونایی که نشده در حال ترجمه هست، اونایی که تصحیح شده، اونایی که تضعیف شده، سلسله احادیث صحیح، سلسله احادیث ضعیف، همه چیزامون برای مردم بازه. شما چطور میگید باز نکنید این مسائل رو؟ یعنی باید مردم بدونن، باید شیعیان بدونن که در کتاباشون چی نوشتن این آخوندا.